بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 64 از سلسله درس های تفسیر نور خدمت شما هستم. به حول قوه الهی امروز آیات دیگر از سوره مبارکه بقره، آیات 135 136 و 137 این سوره مبارکه را با هم مرور خواهیم کرد و شرح و تفسیر مختصری از اون را خواهیم داشت. ابتدا همونطور که مستحضر هستید گوش جان بسپاریم به تلاوت زیبایی از این آیات. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. برای بینندگان عزیز، آیات 135 تا 137 سوره مبارکه بقره را شنیدید. محورهای درس ما همونطور که مستحضر هستید بعد از یک ترجمه روان آیات با معانی کلمات و همچنین مفاهیمی که زیبایی که در خلال آیات نهفته هست میریم سر شرح و تفسیر مختصر و در نهایت درس و عبرت‌های آموزنده اون آیات را. ترجمه آیه 135، آنجایی که الله سبحانه و تعالی فرمود وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا یعنی گفتند یهودیان و مسیحیان، بیارن گفتند چی؟ یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت بگردید. یعنی یهودیان گفتند بیاید یهودی بشید، نصارا هم گفتند بیاید مسیحی بشید، نصرانی بشید تا اینکه هدایت یافته شوید. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، بگو بلکه دین ابراهیم را پیروی میکنیم که راه راست است و از مشرکین نبود. قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. در آیه 136 قولوا آمنا بالله. خطاب قرآن به عموم مؤمنین هست و مسلمان ها. بگید ما ایمان آوردیم، ایمان داریم یا ایمان آوردیم به الله و آنچه که بر ما نازل شده که همون قرآن کریم باشد و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و آنچه که نازل شده است بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط که همون فرزندان یعقوب باشند. و ما اوتی موسی و عیسی و آنچه که به موسی و عیسی داده شده از کتاب‌های آسمانی. و ما اوتی النبیون من ربهم و آنچه که داده شده است به پیامبران از جانب پروردگارشان که همون کتاب‌های الهی باشه. ایمان آوردیم. لا نفرق بین احد منهم، هیچ فرقی بین این کتاب‌ها منزل نمیگذاریم، همچنان که هیچ فرقی بین انبیا نمیگذاریم، بین کتاب‌هایی که بر اونها نازل شده هم نمیگذاریم. و نحن له مسلمون و ما مطیع و فرمانبر الله هستیم. این دستور الله است. الله به ما دستور میدهد که به همچنان که به الله ایمان آوردید، به قرآن ایمان آوردید، به کتاب‌هایی که به پیامبران در طول تاریخ داده شده هم ایمان بیاورید. آیه 37 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پس اگر بدانید معیار اینه، اگر ایمان آوردند یعنی اهل کتاب و مشرکین و دیگران که مدعیان دیانت هستند،
اگر ایمان آوردند همچنان که شما ایمان آوردید، به مثل ما آمنتم بهی، همون ایمانی که شما در این آیه قبل ذکر کردیم، مثل اونها به همه کتاب‌های الهی ایمان آوردند، پس همانا هدایت شده اند. و ان تولوا، پس اگر که پشت کردند، والله یعنی چی؟ یعنی پشت کرد. و ان تولوا، اگر پشت کردند و روی گردانیدند، همانا ایشان در اختلاف و شقاق و دشمنی و ستیزند، روی جنگ دارند. فانما هم فی شقاق، شقاق از شق میاد، یعنی در جبهه مخالف، یعنی ایشون قصد ندارن که حرف حق شما رو بپذیرن، در جبهه مقابل ایستادن، با شما چیکار میکنن؟ روی ستیز و جنگ دارن. فسیکفیکهم الله، پس بدان که الله شما را در قبال اونها که جبهه بگرفتن بر علیه شما کفایت میکنه و شر اونها را از سر شما کم خواهد کرد. و هو السمیع العلیم، و اوست الله سبحانه و تعالی بسیار شنوا و بسیار دانا. خب این سه آیه را ما داریم در این درس. معانی کلمات همونطور که عرض کردم خدمتتون: هودن یعنی یهودی، نصارا یعنی نصرانی و مسیحی، و ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم که همون دین توحید بوده، حنیفا یعنی راست و دور از هر انحراف. در اصل حنیف یعنی مایل، ولی منظور مایل از هر نوع کجی، یعنی راست و مستقیم و مایل از هر نوع انحراف، دور از هر انحراف. اسباط جمع سبط هست، یعنی نوادگان و فرزندان یعقوب، و همون گفتند همون کسانی که 12 قبیله یعقوب از من بعد از اونها بود. تولوا یعنی روی گردانی کردند، از ولا میاد یعنی پشت کردن. شقاق جمع شق هست، یا از کلمه شق گرفته شده، به معنای مخالفت و دشمنی و جنگ و ستیز. فسیکفیکهم الله، فا یعنی پس، حرف عطف، سین برای تعقیب مباشر هست، نزدیک هست. یکفیکهم الله، اصل این یکفیکهم یعنی کفایت میکند، کافی است شما را الله سبحانه و تعالی در مقابل دسیسه ها و اختلافات و جنگ و ستیزهای آنها، و شما را از اونها نجات خواهد داد. مفاهیم زیبایی که در اینجا هست اینه که یکون قالو، گفتند. کیا گفتند؟ یهودو گفتند بیاید یهودی بشید، به مردم میگفتند، و نصرانی ها میگفتند بیاید نصرانی بشید. تهتدو، این تهتدو جوابه در فعل اون، در جواب اون فعل، و جوابم امر مجزوم هست، یعنی در صورتی که شما هدایت یافته خواهید بود که یهودی یا مسیح بشید. البته این به زعم و گمان و خیال اهل کتاب، و این طبیعت انسان هست. هر کس یه دیانتی داره میگه چی؟ من بر دین حقم، و خود را هدایت یافته و دیگری را منحرف میداند. ولی باید دانست که همیشه باید دلیل و حجت پیش کرد، نه از باطل و گزافه سخن گفت. همچنین در این آیه اومده که قل بل ملت ابراهیم، بگو که ملت ابراهیم. ملت ابراهیم همطور که عرض کردم در آیات ما قبل هم به معنای چی است؟ دین ابراهیم که همون دین توحید و اخلاص هست. این دو وصف برای تأکید اومده. یعنی چی؟ دو وصف، یکیش حنیف هست و یکی ما کان من المشرکین. یکی با یک کلمه اومده، دیگری با جمله. ملت ابراهیم مشخصه که بر آن دین توحیدی ابراهیم. برای تاکید بیشتر حنیفا هم ذکر کرد که مستقیم است این دین، هیچ نوع بدعت و خرافات و شرک درش نیست. و سپس باز برای تاکید بیشتر با جمله و ما کان من المشرکین هم ذکر کرد، تا اینکه عدم وجود شرک را در دین ابراهیم متأکد بشه، با بعد از تاکید بیشتر و به همه بگه که نه شما مشرکین عرب، نه شما یهودیان و مسیحیان، هیچ کدوم بر دین ابراهیم خلیل نیستید. اگر به شرح و تفسیر این سه آیه بپردازیم میتونیم بفهمیم که قرآن در این سه آیه ادعای دروغین و خیال واهی اهل کتاب را بازگو میکنه
که به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن بیاید یهودی یا مسیحی بشید تا اینکه رستگار بشید. الله به رسول گرامیش میفرماید بدانها بگو هرگز راه شما درست نیست، بل برای چیه؟ برای تعقیب هست و نفی جمله ما سبق. یعنی اونچه که شما داره میگید که هدایت در یهودیت و من مسیحیت هست، اینطور نیست، بلکه برعکسش ملت ابراهیم حنیفا، بلکه شما بیایید تبعیت کنید از دین ابراهیم خلیل که راه راستش و هیچ شرکی درش نیست و هرگز شرک انجام نداده. یهودیان میگفتن یهودی بشید، نصارا میگفتن نصرانی بشید و این تصور نشود که همه اهل کتاب میگفتن یهودی و نصرانی بشید. فرق نمیکنه، نه، چون به دلیل آیاتی که قبلا هم خوندیم و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، یهود و نصارا در طول تاریخ یکدیگر را تکفیر میکردن. نه یهودی ها نصرانی ها را قبول داشتن، نه نصرانی ها یهودی ها را قبول داشتن. اینا میگفتن شما بر باطلید، اونها میگفتن شما بر باطلید. ولی اون چیزی که قرآن میخواد بگه به طور مجمل اینه که یهودی ها میگفتن بیاد یهودی بشید تا رستگار شوید، نصرانی ها میگفتن بیاد مسیحی بشید تا اینکه رستگار بشید. قرآن میفرماید هرگز اینطور نیست. دین ابراهیم خلیل دین توحید است که راه رستگاری و هدایته. سپس الله تبارک و تعالی همه مؤمنین را قولوا آمنا، همه را به ایمان کامل فرا میخواند و دستور میده که بگویید همانا ما به الله ایمان آوردیم، آمنا بالله. و سپس و ما انزل الی ابراهیم و ما انزل الینا، و ما آنچه که بر ما نازل شد که همون کتاب قرآن باشه. و ما انزل الی ابراهیم، آنچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش اسباط و همچنین آنچه که به موسی و عیسی و سایر پیامبران داده شده، بر همه اینها ایمان داریم. یعنی واقعیتی است که قرآن تأکید کرده. در سوره شورا هم اومده که و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، یعنی به هر کتابی که خداوند فرمود هر کتابی که نازل شده است ایمان دارم. قل آمنت بما انزل الله من کتاب، بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به این مشرکین، در سوره شورا میاد که هر کتابی که از جانب الله نازل شده است من بهش ایمان دارم، آمنتو، ایمان می آورم. و اینجا هم قرآن کریم به تفصیل اسم بعضی از پیامبران را ذکر کرد تا اینکه تاکید بکند که امت اسلامی تمام کتاب‌های الهی را در طول تاریخ بهش ایمان دارد، ایمان مجمل و ایمان کلی، نه ایمان تفصیلی، چون فرق میکنه و به تفصیل اون خواهیم رسید. و سپس فرمود که لا نفرق بین احد منهم، هیچ فرقی ما بین انبیا نمیگذاریم بگی این پیامبر ماست، اون پیامبر دیگران بوده. نه، بین هیچ کدوم از این پیامبران فرق نیست، همچنان که بین کتابهاشون هم فرق نیست، زیرا همه اینها کتاب منزله الله و کلام صادق رب العالمین بوده و هستند. لذا ایمان اجمالی بر هر کتاب منزل واجبه. ما مسلمان ها در دین خودمون میگیم که ایمان میاریم به تمام کتاب های الهی و به خصوص اون 5 کتابی که در قرآن کریم اسمش برده شده: قرآن، تورات، انجیل، صحف و زبور و سایر کتاب هایی که ما اسمش نمیدونیم. و لذا ایمان بر اینها ایمان اجمالی است. اما ایمان بر قرآن ایمان تفصیلی است، یعنی ما مخاطب هستیم بعد از نزول این کتاب مقدس به اینکه به این آنچه که در این کتاب منزل و مقدس آمده است بهش عمل کنیم. اما امروز بعد از نزول این کتاب، چون غالب بر کتاب های دیگر هست، مهیمن هست به تعبیر قرآنی و اومده که تمام کتاب ها را تکمیل بکند، بس هر چی که هست در کتاب های ما قبل صادق و راست و درست بوده در این کتاب وجود دارید. نیازی به مراجعه تورات و انجیل و صحف و زبور و سایر کتاب ها که ممکن در دست دیگران باشه نیست. سپس الله سبحانه و تعالی فرمود و نحن له مسلمون، شما بگید، یعنی شما مؤمنان بگید که ما این کار را از روی هوا و هوس نمی کنیم، ما برای الله تسلیم شدگانیم و نحن له مسلمون، ما پیروان الله هستیم. خدا به اون دستور داده که همچنان که به قرآن ایمان دارید
به تورات و انجیل و زبور و صحف و سایر کتاب ها هم ایمان داشته باشید. ما ایمان داریم. و حالا به شما میگوید که شما پیروان تورات، پیروان انجیل و سایر ادیان دیگه که در طول تاریخ دین الهی بودند، بیایید قرآن رو بپذیرید. و در آیه بعد در شرح بخاری نکنید آمده است، در صحیح بخاری یک حدیث داریم آمده است که یهودیان تورات را برای مسلمانان در مدینه میخوندن، البته با عبری میخوندن و برایشون به عربی ترجمه میکردن و برایشون شرح تفصیل میدادن، چون عرب ها عبری بلد نبودن، حتی بعضیشون خواندن نوشتن هم بلد نبودن. اونطور که میدانید چون عهد عقل، حافظه و حفظ و اتقان و فصاحت و بلاغت در زبان بود. ولذا در اونجا قرآن کریم میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اونا فرمود لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الیه. یه میان برنامه میگیریم، بعد ترجمه این روایت رو میشنویم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد همونطور که عرض کردم خدمتتون، در حدیثی که در صحیح بخاری آمده است، یهودیان مدینه میومدن تورات را برای بعضی از مسلمان ها میخوندن و چون خوندن اونها خب تورات هم با عبری نوشته شده بود و هم اونها میدونستن فقط، و عرب ها نه خوندن نوشتن حتی بعضی بلد نبودن و بعضی که بلد بودن عبری بلد نبودن. و بعد با عربی، چون یهودیان مدینه عربی بلد بودن و اصلشون بعضی ها عرب بودن، از مادران عرب بودن یا بعضی ها پدرانشون عرب بود، فرق نمیکنه، اینها رو به عربی توضیح و شرح میدادن برای مردم و از خودشون زیاده کم میکردن. قرآن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی اینو فهمید به مردم گفت که لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا. یعنی چی؟ یعنی نه اهل کتاب را در این ادعاشون که میخونن میگن ما از تورات میخونیم کتاب الهی است، شما که به تورات ایمان دارید این تورات دیگه، لا تصدقوهم یعنی تصدیقشون نکنید، قبولشون نکنید، لا تکذبوهم و نه هم تکذیبشون کنید، بگید که دروغ میگید چون ممکنه درست بگن، بلکه بگید ما به الله و اون چی که بر ما نازل شده است، بر ما نازل کرده الله سبحانه و قرآن باشه ایمان داریم. نکنید با این روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواد به مسلمان ها بگی که به یهودیان بگویید شما احتمال داره زیاد و کم در این تورات به وجود بیارید، اما این قرآن دیگه الان غالب هست، اومده اون چی که خیر داخل تورات هست در این کتاب ما وجود داره. ما نه تصدیقتون میکنیم نه تکذیبتون میکنیم، ما ایمان داریم به الله با اون چی که نازل کرده برای ما و مسلما هر چی در این کتاب هست خیرش پیش شما هم وجود داره. خب این است دستور حق که اگر دیگران با این معیار ایمان آوردند پس هدایت شدگانند و الا راه ستیز و جنگ و اختلاف دارند که البته الله شما را از شر آنها کفایت میکند و دفع میکنه. فسیکفیکهم الله. بنابراین فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جالب اینجاست من به این نکته اشاره کنم و اون این که اون کسانی که مخاطب این آیات بودن کیا بودن؟ صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. صحابه، اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و دیگر اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین. و به همین خاطر اهل سنت میگوید اگر که ایمان صادقانه میخواهیم ایمان صحابه را جستجو کنیم و هر کس که از راه صحابه خود را تبرئه کند بدوند که پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نیست، چون قرآن میفرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر مردم ما بعد شما، فرق نمیکنه یهودی باشد، نصرانی باشد، مشرک باشه، مجوسی و زرتشتی باشد، کلیمی باشد، هر دین و آیین دیگه میخواد باشه، فرق نمیکنه، هر کس که میخواد ادعای اسلام بکند برای نسل آینده
بگوید که الان من مسلمانم، کار گذشته من میگیم صدقنا، مشکلی نداره، برادر مسلمان ما هستی، ولی به شرطی که معیار ایمان رو یادت نداری. معیار ایمان در فرهنگ دینی قرآنی ما صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. هر کس که خودش رو تبرئه بکنه، تبری بجوید، اعلام انزجار بکند از صحابه، اون دیگه نمیتونه بگه من پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم. چون قرآن به ما میگوید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر که مردم مثل شما ایمان آوردند، ایمانی مثل ایمان شما آوردند، بدون فرق گذاشتن بین قرآن و آیات اون و در تسلیمشون و بندگیشون و توحیدشون مخلصانه بودند، اونجاست که ما میتونیم بهشون بگیم اینها هدایت یافتگان هستند. اما و این تولوا فانما هم فی شقاق، اگر که رویگردانی کردن ولو که از یک سری جزئیات دین باشد که در آن بوی نفرت و انزجار ازش بیاد، ما میگیم فانما هم فی شقاق. این نص قرآنه به راستی، و انما برای تأکید میاد و انما برای حصر میاد و انما برای تأکید بر اون جمله میاد. فانما هم فی شقاق. بدانید که اونهایی که این کار میکنند در جنگ و ستیز با دینند. هر کس که خدای نکرده به زبان حال یا به زبان مقال، چه به گفتارش چه به کردارش، به صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کوتاه‌ترین و کمترین و اندک سوء ظنی داشته باشه، مطمئنا نمیتونه بگه من پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم، به خاطر اینکه در جبهه مقابل صحابه قرار گرفته. فانما هم فی شقاق. و شقاق هم دیگه عرض کردم یعنی شق یه چیز یعنی چی؟ یعنی جبهه مخالف. اونی که در صدد جنگ و ستیز و دشمنی با تو هست بهش میگن اون در جبهه مخالف قرار گرفته. و خداوند وعده داده به این که شر اینها رو از مؤمنین کم خواهد کرد. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، یعنی پس ای رسول خدا و ای مؤمنین، اونهایی که در جبهه مقابل مؤمنین حق قرار بگیرند، مطمئناً خداوند به سراغشان خواهد آمد. این وعده حق تعالی است و باید بدان یقین داشت و مشرکین و منحرفین همیشه ناتوانند و کمتر از آنند که فکر کنند و تصور کنند. پس بنابراین ما به همه موحدان در طول تاریخ افتخار میکنیم و به همه موحدان معاصر بشارت و مژده میدهیم که هر کجا که هستید و اگر اینکه یک نفر هم باشید، بدانید شما یک ملتید. قرآن میفرماید ان ابراهیم کان امة قانتا لله. بدانند که ابراهیم خلیل علیه السلام با اینکه یکی و تنها بود، ولی باز هم قرآن از اون به عنوان یک جماعت، یک امت نام میبرد و این اوج قدرت و قوت هست و عزت هست. ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم. آیه 120 و 121 سوره مبارکه النحل. ابراهیم به تنهایی یک ملت بود، حقیقتا هم یک ملت بود، چون در مقابل تمامی شرک و خرافات ایستاد. هر کس که اهل توحید باشه یک نفر هم یک ملت هست. به درس و عبرت های این درس و عبرت های این قسمت، این 3-4 آیه بپردازیم. اولین این که مدعیان باطل همیشه مقدسات دیگران دستاویز میشن. یعنی چی؟ یعنی مدعیان باطل چون خودشون بر باطلن، چیز ندارن، همیشه سعی میکنن بگن دیگران بودند ما هم پیرویم، دیگران هم کردن ما هم مثل اوناییم، دیگران از ما هستند ما هم پس پیروان اونهاییم. نگاه کنید، این که دیگران و دیگران و دیگران ارزش نداره. این که امروز ما بگیم که بله فلانی ها از امت ما بودن، بله، از این که بازگو کردن تاریخ برای اقتدا به آنها و اسوه گرفتن و الگو برداری جالب هست، اما ما عمل کردمون مهمه که امروز در کجای این ایمان صادقانه قرار گرفتیم.
به مقدسات گذشتگان دستاویز شدن بهانه است برای اهل بدعت و خرافات. راه حق واضح و آشکار هست، ولی منحرفان همیشه بهانه می آورند. منحرفان همیشه بهانه میارن و با 100 حیله میخوان اون اباطیل خودشون، خرافات خودشون، بدعتهای خودشون را غالب کنن به اسم دین. و همچنین ایمان کلی و اجمالی بر همه کتب الهی واجبه. همونطور که عرض کردم قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا تا آخر آیه که الله سبحانه و تعالی به تفصیل اسم بعضی از پیامبران را ذکر کرد تا اینکه به ما بگوید که هر کتابی که ما نازل کردیم باید بهش ایمان داشته باشید. ما هم میگیم آمنا و صدقنا، ایمان آوردیم به آنچه که خدا از ما خواسته و آنچه که خدا در کتابش نازل کرده. و قل آمنتو بما انزل الله من کتاب، هر کتابی که از جانب الله نازل شده است ما بهش ایمان داریم و آن را کلام رب العالمین میدانیم، با این فرق که قرآن خاتمه آنهاست، قرآن غالب آنهاست، قرآن همه اونها را در بر گرفته و بنابراین نیازی به بازگشت به آنها نیست. موفق و مؤید باشید تا درسی دیگر. خدا یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.